درود به شما زبان آموز عزیز، عصرتون بخیر. خب، جدای از آموزش زبان آلمانی و فراگیری زبان آلمانی، گهگداری ما وارد حیطه‌های روانشناختی فراگیری زبان بشیم. بارها تاکید کردم خدمتتون به عنوان برادر کوچکتر و مدرستون که زبان آلمانی، فرا گرفتن زبان آلمانی و هر زبان دیگه‌ای فقط خرید کتاب و چند آزمون نیست. خب، زیاده گویی نمی کنم، سریعا بریم سراغ مبحث امروز. خواهش میکنم از دیدگاه روانشناختی به این موضوع نگاه کنید. خب، دیدگاه روانشناختی یعنی حادثه‌ای که در ذهن شما اتفاق میافته به عنوان یک زبان آموز. جرأت ورود به مکالمه. یک مثال، گرفتن قرار ملاقات و نگفتن به یک دعوت. امیدوارم که در این فیلم بتونم این در واقع 12 گام رو من خدمتون شرح بدم و در انتها یک مثالی که خدمتون عرض کردم رو به عنوان کلید شما در نظر بگیرید این رو و برای موارد دیگه به کار ببرید. دقت کنید تا خدمتون توضیح بدم. گام اول، آیا مکالمه‌ای که من میخواهم انجام دهم متناسب با سطح من است؟ شما سطحتون چی است؟ به من جواب بدید. سطحتون A1 هست؟ پس چه کسی به شما مجوز استفاده از ob رو داده؟ از شما خواهش میکنم که الان پیش خودتون جواب بدید. خب، چه کسی به شما در واقع گفته که شما حتما میتونید با while کار بکنید؟ پس متناسب با سطحتون از خودتون انتظار داشته باشید. این از گام اول. گام دوم، بعد اون در واقع مقدار دانش شما رو همون کتابای سطحتون مشخص میکنه. دقت کردید؟ بنده در کلاس از شاگردان بنده یکی هست، خب در واقع ایشون خیلی دوست داره بیشتر رشد کنه، سریعتر رشد کنه، ولی هنوز در جملات ساده مشکل داره. خب این بایستی بنده به عنوان مدرس بهش این آرام رو بدم. اینم یک مثال از کلاس بنده. گام دوم، آیا متناسب با موقعیت جدید به عنوان یک چالش مکالمه آمادگی و نیاز داریم؟ یعنی آیا شما آمادگی اینو دارید که در واقع وارد مکالمه بشید؟ اصلا میخواهید در واقع از لحاظ ذهنی آماده هستید؟ یا اینکه من میترسم مکالمه کنم به این دلیل میرم مکالمه کنم؟ نه، آمادگی یعنی اینکه آماده ای؟ آماده ام. نه اینکه چاره ای نیست که بریم ببینیم چیزی میتونیم حرف بزنیم. نه، این اشتباهه. آماده، حالا پایینتر اگر موارد پایین رو انجام بدید خود به خود آماده هم خواهید. نیاز، بر اساس نیازتون، بر اساس نیازتون، بر اساس نیازتون و بر اساس نیازتون برید مکالمه کار کنید. فرضاً شما مواردی که محیط هایی که فضاهایی که درش هستید رو روی یک برگه بنویسید. فرضاً رستوران، مدرسه، فلان فلان. برید تو اون زمینه کار، تو اون زمینه کار کنید. تموم شد. شما نمیخواد در مورد مثلا جهانی سازی برید مکالمه کار کنید. اینم از این. گام سوم، آیا فعل‌های مناسب یا حتی عبارات مناسب با مکالمه دارید؟ شما مثلا میخواید بگید گماینده، آیا 4 تا فعل در این زمینه در ذهنتون دارید؟ شما میخواید برید در مورد ورزش صحبت کنید، آیا 4 تا فعل درست حسابی در ذهن دارید؟ در مورد این عبارات مناسبم که میگم، مثلا یکی میگه که یه عبارت براتون مینویسم: Ich weiß nicht ob. Ich weiß nicht ob. ببین، یک عبارته، یک کلیده. آیا شما با این میتونی کار کنی؟ یا مثلا Ich will dir mal sagen, dass مثلا dass du الی آخر. آیا شما کار با داس رو بلدید؟ پس کار با فرمول ها و در واقع عبارات مناسب. مد نظرتون باشه که این فرمول ها هر کدوم برای یک سطحی که سطح به سطح متناسب با سطح در واقع شرح داده میشه، تدریس میشه. این هم از در واقع فعل مناسب و عبارت مناسب. مورد دیگه که خدمتتون میخوام عرض کنم، آیا قصد دارم به صورت دانشی مکالمه کنم یا کلیشه‌ای؟ نگید که من مثلا به اتسوای گرفتم یا به اینس گرفتم پس خیلی خوب باید صحبت کنم. نه، غلط دوستان عزیز، زبان آموز محترم. باید به صورت کلیشه‌ای شما مکالمه کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما در مورد بحث مثلا میگم فوتبال یه 4 تا فعل مناسب و 5 تا جمله مناسب، یه 2 تا عبارت عبارت یعنی اینکه مثلا ردوندون یه چیزی هم داشته باشید. پس هر وقت در مورد ورزش صحبت شد، شما یه 15 تا 20 تا جمله آماده به صورت قالبی و کلیشه‌ای دارید. تمام شد. گام پنجم، در صورتی که در مکالمه درجا زدم چه کنم؟
آیا شما یک زمانی شده برید گماینده مثلا فعل آنملدن یادتون بره و بیایید اون آنملدن رو تحقیق بکنید؟ خب پس این اگه درجه آیا تحقیق کردید؟ پس پشت این درجه زدن چی است؟ تحقیق و پژوهش. خیلی از دوستان سوال میفرستن برای من، خیلی ساده است، با 2 تا کلیک یه خود تحقیق جوابش رو به دست میارن. بنده براشون مینویسم که تحقیق کنید، پژوهش کنید، نتیجهش رو به بنده خبر بدید. تا به حال یک بار هم به بنده در واقع پاسخ نفرستادن. خب بچه‌ها تحقیق خیلی خوبه، شما رو در واقع بی‌نیاز میکنه از خیلی در واقع نامه‌نگاری‌ها و در واقع تکیه‌ها. گام ششم، نگرش من به مکالمه چیه؟ آیا کمالگرا هستم؟ کمالگرایی وحشتناکه. در واقع موریانه برای رشد شما در بحث زبان. نگید که همونطور که من فکر میکنم باید صحبت کنم. نمیشه، چنین چیزی وجود نداره. دقت کردید؟ شما بایستی باز هم البته برمیگرده به سطحتون. نگرشتون این باشه. دیدگاه من، نگرش من، اونطوری که نگاه میکنم به مکالمه اینه. بنده سطحم آهنگسه، در حد سطح آهنگس از خودم انتظار دارم و کمالگرایی نمی‌کنم. نمیگم الان من بایستی کامل حرف بزنم. این خوب نیست. در واقع واقع گرا باشیم و به مرور زمان بذاریم زبانمون رشد بکنه. البته با توجه به اینکه با توجه به اینکه شما همه موارد رو چی در نظر میگیرید و هر روز تمرین. گام هفتم، با چه افرادی در طی روز وارد مکالمه میشم؟ آیا شما هر روز در واقع با افرادی که آلمانیشون خب بالاخره هستن از بعضی ملیت‌ها که آلمانیشون در واقع آلمانی نیست، آیا شما هر روز با اینا هستید یا در واقع در جامعه تلاش کردید 2 نفر دور خودتون جمع کنید که اینا خوب آلمانی حرف میزنن؟ اینم از این. گام هشتم، آیا به موضوع حسادت و منابع سلب انگیزه واقف هستید یا هستم؟ ببینید یه سری افراد، یه سری منابع، به صورت جزئی نمیخوام توضیح بدم، هستن که اینا سلب انگیزه میکنن از شما. به هر شرایطی، بالاخره یا آلمانیش از شما بهتره یا بالاخره دیگه متوجه شدید منظور بنده چیه. هست، نمیشه پنهان کرد. ما در فضای مجازی میبینیم، در فضای حقیقی میبینیم، در کلاس بنده هم هست. دقت کردید؟ اینا رو خب در این مکان ها نباشید. کسانی که سطحشون بالاتر از شماست و نمیخوان کمکتون کنن، به نحوی سلب انگیزه میکنن، خیلی راحت میتونید از این در واقع محیط فاصله بگیرید. گام نهم، آیا به صورت رو به جلو آلمانی یاد میگیرم یا روزانه ساعت‌ها در حال فعالیت هستم؟ آیا شما روزی مثلا 5-6 ساعت در فیسبوک هستید و حجم عظیمی از اطلاعات رو به ذهنتون میریزید بدون اینکه یک جمله یاد بگیرید؟ اگر اینطور هست دست بردارید و این انرژیتون رو هدر میده. گام دهم، آیا تعداد جمله‌های آماده من کمتر یا بیشتر از دانش زبان منه؟ شاید شما دانش زبانت خوب باشه دوست من، برادر من، خواهر من، شاید شما بدونید گنیتیو چیه. حالا یه جمله گنیتیو بگو ببینم. بگو مثلا همسر همسایه من کلاه منو میخواد. Der Mann، بگید meines Nachbarn. خب ببین الان شد گنیتیو. بحث من این است، دانش زیاد خوب نیست، جمله در واقع آماده داشته باشید. این خیلی کاربردی تر از اینی که شما بدونید مثلا در واقع گنیتیو چی هستش. خب گام 11، آیا روی مؤلفه های تمرین شنیداری سرمایه‌گذاری کردید یا نه؟ روزانه از 10 دقیقه بگیرید تا 2 ساعت. هر چقدر میتونید تمرین شنیداری کار کنید و تا اونجا که میتونید بعد از اینکه اون تمرین شنیداری کار کردید دفعه اول گوش کنید ببینید چی میفهمید ازش، متناسب با سطحتون ها، یادتون نره. دفعه دوم اطلاعاتی که نوشتید سعی کنید بیشتر در دفعه سوم متنش رو بذارید جلوتون و گوش کنید. تموم نشده، 2 روز این متن رها کنید، دوباره همون متن رو گوش کنید، بازم تموم نشده، یه 5 تا 6 تا هر چقدر بیشتر تونستی از توش جمله در بیار، ازبر کن. یه زمان صحبت از اون قضیه شد، جمله آماده چی داشته باشی. اینم از بحث شنیداری. پس هر چقدر بیشتر بهتر. در مورد این سوال نکنید، هر چی بیشتر بهتر. بنده خودم هنوز دارم چی شنیداری کار میکنم. خب گام 12 یا گام آخر، هدف من چی هستش؟ آیا من میخوام آزمون پاس کنم؟ بچه‌ها آزمون پاس کردن سیستم کاریش، من برای این هم خیلی فیلم گذاشتم خدمتون، سیستمش با این فرق میکنه که من میخوام توان صحبت کردنمو بهتر کنم. دقت کردید؟ برای آزمون براتون آمادگی آزمون گذاشتم، ولی توان صحبت کردن من به انسی میشناسم که از یه بتسفایی بهتر صحبت میکنه. دقت کردید؟ پس توان صحبت کردن براش فیلم گذاشتم، بگردید تو لیست اصلی. برای پاس کردن آزمون هم در واقع فیلم گذاشتم. سیستم این دوتا با هم دیگه فرق. خب نمیدونم آیا این تئوری ها و مسائل روانشناختی در مورد یادگیری کمکتون کرده یا نه. در فیلم بعدی در واقع ما به یک مثال خواهیم پرداخت. این موارد به شما جرأت میده. چرا؟ چون تکنیک بلد هستید، استاد سطحتون باشید. چوس، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. چوس.